یه بهت میگن خب go to sleep. That's fine. یعنی حتما باید بخوابه یعنی آره خب بقیه چی عبودی اینا میخوابن آره همه میخوابن. جدی تنور آره تو کوزی کارنر هم رفتی امروز آره اه. دیدی گفتم چیکار کرده بودی دیگه don't be kidding me. همیشه میرم تو کوزی کنم. تو همیشه میری تو کوزی کارنر آره چیزا رو سرمی میکنم. مثلا چیکار کردی مثلا امروز چیکار کردی که رفتی کوزی کارنر ما هرچی آبوده میکرد منم میکرد کار بد میکرد آبوده منم میکردم. خب بعد عبودی هم رفت تو کوزی کارنر رفت چر و کوزی کنم. چر چیه چر come your body مثل این آها چر بعد میشینی کال میکنی بعد چیکار میکنی روش بعد میام پیش تیچر من میگیم اندم. آها خب پس هم امروز تو کوزی کارنر رفتی هم روی چر رفتی نه آبوده میره تو چر ولی تو فقط میری تو کوزی کارنر آها من sometimes میرم تو چر ولی این دفعه نرفتم. one time رفتم و دیگه بس رفتم تو اونجا. اوکی خب به نظر من باید آدم نره یعنی کارهای بد نکنه که بره تو چر باید کسی لسن بکنه باید مثل تنور باشه. تنور نمیره نه تنور دختر خوبیه آره خب خیلی خوبه که پسرای دیگه چی مثلا تیلور چی آره اینجا میکرد با منم هت میکردم و اینجوری میگرمش هندشو یه فشار اینا که خونش در بیاد بعد تو بره تو فینگرش دوباره خونش بره یه جای دیگه. تو اینجوری کردی با تیلور آره خب که خیلی من خیلی زونم بیشتر خب خیلی کار بدی آدم باید با آدما دوستاش مهربون باشه خودش کاری به من کرد پانچین the teacher said no punching. یعنی اون اول تو رو پانچ کرد بعد تو هم اونجوری خفش می‌خواستی بکنی آره و من تیچر منو نذاشت تو outside تایلر رو لت کرد اینجا. خب من نمیدونم بعد چیزا چی مثلا من کار بد نکردم. مریم چیکار میخواستم خودش لسن بکنه تو من و خودش نکرد. تیچر همین فکر میکرد میخواستم بکنم. خب اول سوالم اینه که مریم چیکار میکنه مریم اون چیکار میکنه اون کوایته هرچی بهش بگم هنوز لسن نمیکنه خودش کاریته همین he can talk نکن he's colorless خب like me I miss my daddy همین کاری دورن کی مس کردی دادی رو نمیدونم. خب حالا سوال من اینه که دوار چی دخترای دیگه چطوری هم اونا خانومن خوشگلن آروم همه خانوما لسن میکنن ولی پسرا چی پسرا فایت. خیلی بده پسرم باید گوش بده فایت کردن چه فایده ای داره ببین پسرا نمیدونن چیزا رو و من خیلی زونم بیشتره تو تایلر خودش فکر میکنه خودش strong ماشا نداره خیلی محکمه چیه؟ آره واقعا چقدر محکمه نشکنده این بازو باشه
من نمیدونم ولی فکر میکنم آدم باید یکم آروم باشه یکم. این مثل پانچه خیلی سفته. It's softer than yours. Softer than yours. ببین آره واقعا softer than me. آره اصلا محکم تره. اینجوری بکن. آره محکم تره. آره واقعا. و درگت میگیره. مگه با اینم پانچ میکنین؟ آره. با این پانچ. Sometimes وقتی کسی میخواد sometimes کسی محکم میزنه به تامی دیگه کسی با این پانچ میکنه میزنه تو دیوار درد میگیره کسی رو. وای چه اتفاقایی داره میفته تو دیکر شما. نمیشه حالا کوایت بازی خوب بکنین، ماشینای خوب، تراک، اینا کارای قشنگ بکنین. ولی پسرا لت نکنن دخترا بکنن هی فایت میکنن میندازن دخترا را اینا. این نطق آتشین کیان به مناسبت روز زنه دیگه نه؟ آره خیلی باید strong. ولی خانوما خیلی نایس و مهربونن و خیلی هم سمارتن. Sometimes باید smartن. Sometimes باید smartن. آره sometimes ایدن و تایلر داشت آروم شیگار درست میکنه همون سمارت بود. کارشون اسمارت بود. آره. ولی آدم به نظر من باید به وایس ولی من و آبودی یوزه خیلی فایت میکنه. جنگل رو میتونی کسی رو با اینجوری بزنیم تو دیوار. حالا من این سوالی دارم، بهتر نیست آدم آروم کارهای سمارتی بکنه؟ یا نظر تو میخوام بدونم. مامان بله همش باید سمارت میشن داشتن کم لرن میکردن تو بی سمارت. اوکی خب قربونت برم مامان. بریم بخوابیم؟ نه مث حالا مث